قرائت شاه‌اثر علامه باباجان غفورов تاجیکون. تاریخ قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو. گفتاری چیلون. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. در میانجای حولی ستوپه‌ای هست. ستوپه انشاءات کلانی است که شکلاً مخروطی بوده. در بالای صوفه زینه‌دار گذاشته شده است. در بالای ستوپه زمانی سرپوشی نیم دایره و چند چترها بود که آنها باقی نمانده‌اند. صوفه ستوپه از 4 طرف 4 زینه داشت. عمارت اطراف ستوپه از عمارت دیگر قسم‌های آثار فرقی کلان ندارد. در اینجا نیز همان دالان‌های وسیع 16-17 متره و همان تالارهای ایواندار هستند، ولی این تالارها نسبت به تالارهای قسم یکم آثار اندک خرد می باشند. در دالان‌ها، در تاقچه‌ها هیکل‌های کلانی از قد آدم بلندتری بودا یافت شد. دیوار و شیفت خانه‌ها هم از رسم‌های خود بودا و صورت‌های در موضوع دینی بودایی کشیده شده پر است. در یکی از دالان‌ها در بالای صوفه بودای خفته 12 متره یافت شد که در حالت نیروانه می باشد. بام عمارت‌های دالان مانند بام مقرری و بام خانه‌های خردتری 4 کنجه گنبدی است. بام یکی از تالارهای کلان 4 ستون داشت که از افتکار چوبین بودند. شماره زیادی هیکل‌های بودا و صورت‌های بسیاری آن خودی ساخت معبد روشن و واضح اثبات می کند که عجینه په دیر بودایی است و موافق تمام مجموع مدرکات از جمله معلومات تنگه ها به عصر 7 و اول عصر 8 نسبت دارد. آثار از 2 قسم عبارت است که آن قسم ها را شرطاً قسم دیری، مثلا در همین قسم خانه ها و حجره های راهبان، تالار طاعت و عبادت و غیره واقع بود و قسم معبدی نامیدن ممکن و ستوپه مرکزی در همین جا در اطراف ستوپه و در دالان و تالارها که پر از هیکل و صورتهای بودا بود راهبان و دینداران طاعت و عبادت می کردند. طرح خاص عجینه تپه. تمام قسمهای این عمارت انیق و دقیق متناسب بوده. اساس تناسبی بین قسمهای انشاءات موجود بودن طرح 4 ایوان می باشد. بعد غلبه دین اسلام هم، یعنی در دوره‌های عصرهای میانه مترقی هم، در بعضی انشاءات‌های معماری آسیای میانه طرح معماری 4 ایوان به نظر می رسد که این از رابطه دیر بودایی سنگخرم و مدرسه عصر میانگی آسیای میانه شهادت می دهد. هم عمارت قلعه کافرنیهان و هم معبد بودایی کافر قلعه طرح معینی متمرکز دارند و این حالت چنین عقیده ها را برباد می دهد که گویا عمارت های دینی تا اسلامی این گونه طرح نداشتند. لیتوینسکی تاکید کرده بود که صنعت معماری بودایی در تشکل صنعت معماری مقبره سازی آسیای میانه اهمیت نهایت کلان داشت. قلعه کافرنیهان و کافر قلعه این دعوا را باری دیگر تصدیق کردند. متریال های نوترین اثبات می کنند که تمام جزئیات ساخت معماری مقبره های دوره اسلامی آسیای میانه، هم کمپوزیسیون معماری آن، هم ساخت و اسلوب آن، هم زینت و آرایش آن در دوره های تا اسلامی تشکل یافته بودند.
طرح ظاهراً دایره شکل و داخلاً چارکنجه مقبره ها گویا با وسیله های معماری تصورات هندو ایرانی از 4 عنصر عبارت بودن عالم را تجسم می نماید. مکتب معماری تخارستان در آن دوره‌ای که مورد تحقیقات ما قرار گرفت عیناً همان مصالح بناکاری و اصول معماری را استفاده می برد که در دیگر ولایت‌های آسیای میانه کار فرموده می شد. ولی همین را هم گفتن لازم که آن بعضی خصوصیت‌های به خود خاص داشت. مصالح اساسی بناکاری پاخسه و خشت‌های کلانی نیم متر بود. خشتی پخته خیلی کم فقط برای فرش خانه ها و پای ستون ها استفاده می شد. بالای عمارت های تنگ با طرز مقرری بام پوشی به استفاده خری فقط به واسطه بالارها پوشیده می شد. برای برداشتن گنبزها خود همان خشتی چارکنجه به کار می رفت. بام بعضی خانه های چارکنجه گنبزی بود. گنبزهای عادی که بی واسطه از سر دیوارهای خانه برداشته می شد، مثلا در منجک تپه شهرتوز، این چنین گنبزهای مکمل و مرکب نیز بودند که بی واسطه به دیوار خانه نی بلکه به دایره مخصوصی تگ گنبزی شنانده می شدند. خود گنبز را از 2 مصالح هم از پاخسه و هم خشت نیز می ساختند، مثلا کافر قلعه کلخازآباد. کاداک های مخصوصی تگ شیفت را که باری بام را خیلی سبک می کرد یکی از کامیابی های کلان صنعت معماری گفتن ممکن است. چند نوع رواق استفاده می شد. به همین طریق اصول بام پوشی آن دوره خیلی گوناگون و مکمل بود. در برابر اصول های مذکور بام پوشی این چنین بام های مقرری نیز بودند که به سر دیوارها یا به ستونها تکیه داده می شدند. خانه های تشریفات و ضیافت با صورت های عجایب روی دیوار با هیکل و مجسمه ها و حکاکی و کندکاری زیب و آرا داده می شدند. خلقهای آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. صنعت تصویری. صنعت رسامی در بلالیک تپه، عجینه تپه و قلعه کافرنیهان مخصوصاً مفصل انعکاس شده است. در یکی از خانه های چارکنجه بلالیک تپه در سطح دیواری کبودرنگ سیاهچه یک سلسله رسم ها کشیده شده است. رسم تصویری ضیافتی است که در آن زنان و مردان اشتراک دارند و آنها در روی قالینچه ها نشستند یا یک پهلو دراز کشیدند. هر یک شخصی در رسم تصویر شده به طرف شخصی در پهلویش نشسته اندک تاب خورده نگاه می کند. در پس نشستگان خدمتگاران می نمایند که آنها نسبت به نشستگان قریب 2 برابر خردتر کشیده شدند. ضیافت در عین جوش و خروش است. به عقیده الباوم که او این آثار عالی جناب را کشف کرده است، صورت بلالیک تپه تصویری صحنه ضیافت دینی می باشد. ولی از بس که در مسلک جمعیت ابتدای عصرهای میانه دین با معیشت زیچ علاقمند بود، به این سبب صورت مذکور را معیشی نامیدن هم ممکن است. الباوم این عقیده خود را با چند برهان و دلیل اثبات می کند، ولی آن را کاملا به اثبات رسیده حساب کردن ممکن نیست. پوگاچنکووا و لیتوینسکی درست می گویند که این رسم تصویر ضیافت مقرری اعیان و اشراف است و این گونه ضیافت ها در بین بایهای آن دوره خیلی معمول بود. البته من بعد به تفصیل توضیح دادن هر یک جزئیات این رسم کاری نهایت مرکب است. پوگاچنکووا حرکت کرده بود که رسم مذکور را چون انعکاسی یکی از لوحه های شاهنامه به قلم دهد.
ولی این کار به نظر گویا هیچ اساس ندارد. انیق گپ باید همین باشد که رسم مذکور انعکاس کم و بیش عمومی بزمی است که در قصر یکی از حاکمان یا بایهای محلی برپا شده بود. تصویرات بللیک تپه خیلی ماهرانه انجام داده شده است. رنگوباری روشن و گویای رسم پر از نشاط و طرب زندگی می باشد. در رسم بعضی عنصرهای شرطی نیز به نظر می رسند. مثلا رو به کدام طرف بودنی نشستگان با همدیگر کم موافقت دارد. در وجاهت نشستگان علامتی فعل و خوی آنها دیده نمی شود. سیمای آنها یگان احساسی را افاده نمی نماید. در رسم جهتهای عمقی و حجمی منظره انعکاس نیافته است. نیلسن می نویسد که در یک سیمای برجسته رسم تصویر ایدئالی این یا آن اعیان و اشراف هست. در رسم مذکور توصیفات رئالی نیست و آن به اندازه شرطی می باشد. در عین زمان هر یک جزئیات سر و لباس، هر یک اسباب و انجام نشستگان خیلی با حوصله، عمیق و دقیق کشیده شده است. البوم رابطه و اهمیت صورت بللیک تپه را تدقیق کرده است. این چنین باید قید کرد که با عقیده یکی از مشهورترین دانندگان صنعت شرق، عالم خارجی بوسالی، کشفیات بللیک تپه به طور بحث ناپذیر نشان داد که الکی در عصرهای 5 ولایت غربی عالم آسیای میانه و تخارستان را چنین نامیده است: به سبک و اسلوب نوعی ایرانی کننده میل داشت و این سبک و اسلوب به صنعت ساسانی یا خود بیگانه است یا خود هیچ نباشد. به حجت‌های لازمه به طور روشن اثبات نشده است که به صنعت ساسانی علاقمند می باشد. بنابراین ما باید اعتراف کنیم که بعضی رویه هایی که در مرکز سیریندیا ترکستان شرقی انکشاف یافته‌اند در حقیقت رویه های ایجادی شرق ایرانی را، یعنی آسیای میانگی را تکرار می کنند. به سیریندیا داخل شدن این رویه ها را بوسالی از رواج تجارت و از علاقه های اقتصادی می داند. محقق از طرف دیگر قید می کند که صنعت بللیک تپه به صنعت افغانستان مرکزی از جمله به صنعت بامیان تأثیری زور رساند. غیر از این محض صنعت بللیک تپه قدیمترین نمونه صنعت تصویری آسیای میانه می باشد. سبک و اسلوبی که در صنعت بللیک تپه تشکل یافت در صنعت پنجکین و رخش و دیگر آثار عصر 7 و میانه عصر 8 من بعد به کمال رسید. صورت‌های عجین تپه را از روی سوژه به 3 تقسیم کردن ممکن: صورت‌های بودا و نیاگان وی، اشخاص دنیوی و نقش و نگار. سراسر شیف پر از قطار بودایی نشسته است. بودا اینچنین در دیگر حالت‌ها نیز تصویر یافته است که چند ابزای روحی وی را افاده می کنند. در دیواری دالان‌ها بودا به اندازه کلان و دیگر اشخاصی وابسته به وی به اندازه نسبتاً خیلی خرد تصویر کرده شده‌اند. دیگر صورت‌ها از جمله صورت اشخاص دنیوی هم با موضوع عمومی، با رویه عمومی غایبی تمام انشاءات علاقمند کرده شده است. مثلا در دیوار دهلیزی یکی از سله‌های خرد صحنه تصویر شده است که در آن 2 مرد مسلح دوزانو نشستند و هر دو به یکدیگر ظرف پر از گل را دراز می کنند. ظرف یکی طلایی، دیگری نقره‌گین. این صحنه انعکاسی مراسمی به مزار نظر دادن است که با نام پرندخیها در دین بودایی معلوم می باشد و از سیلان سر کرده تا به ترکستان شرقی در صنعت تصویری دچار می شود. این صورت با صورت‌های بللیک تپه خیلی مانند می باشد، ولی آن را رسامی انجام داده است که نسبت به تأثیر اشخاص دنیوی
ایکونوگرافی بودایی را خیلی خوبتر می دانسته است. دالانی که گرداگردی صومعه معبد بودایی قلعه کافرنیهان را پیچانیده گرفته است، سراسر پر از رسم و صورتها بود. یک قسم این صورتها دسترسی ما گردیده است. از تمام رسم دالان فقط قسم مرکزی آن و یک پارچه صورت دو قبطه نسبتاً کم ضرر دیده است. از صورت دو قبطه فقط از یک حصه قسم بالایی آن و قسم پایانیش پره باقی مانده است. صورت قسم بالا از رسم بودایی نشسته عبارت می باشد که در مابین کشیده شده است. در دو طرف آن باز دو آدمی راست ایستاده تصویر گردیده است. قبط پایان باشد قطار آدمانی را تصویر می کند که به طرف راست رفته ایستادند. در رسم قبط پایان کمپوزیسیون سیر آدمی به نظر می رسد که رسم بعضی آدمان قریب 70 سانتی متر بلند است و در مابین آنها رسمهای خردتر آدمان نیز می نماید. در طرف چپی رسم صورتی دو زن هست که راست ایستاده به طرف راست تاب خوردند. یکی از زنها در دست گل و دیگری شمع شمشادی دارد. لباس آنها از کرته دراز و جامه پیشکشاد عبارت است که تا پاشنه پای آنها می رسد. بعضی زنها رسم خردی مرد می نماید که در کمر شاف دارد و دو زانو نشسته است. در پیش این مرد رسم مرد دیگر به نظر می رسد که راست ایستاده است و ظاهراً به گبر می ماند و یک کتف و دستش لوچ می باشد. این مرد به دست راستش شاخچه خمیده گلی را به سر سینه‌اش زیر کرده ایستاده است. پیش از این مرد باز رسم خردی دو مردی دیگر هست که روبروی همدیگر نشستند و یکی از آنها در دست جام طلا دارد. غیر از اینها رسمی باز یک آدمی هست که خیلی ضرر دیده است و نهایت خیره می نماید. به عقیده لیتوینسکی این صورت تصویری مراسمی است که هنگام آن به صومعه نظر و نیاز می آوردند. این گونه منظره در آثار بودایی ترکستان شرقی نهایت معمول است. از احتمال دور نیست که در این رسم حاکمی شهر، خویش و اقربای وی و گبرهای صومعه تصویر شده است. محقق نام برده ایمان کامل دارد که صورت قلعه کافرنیهان محض مردمان محلی تخارستانی، سر و لباس آنها، چیز و چاره آنها را انعکاس می نماید. این چیز هم از اهمیت خالی نیست که صورت خوش آب و رنگ و نظرربای قلعه کافرنیهان با صنعت و مهارت عالی درجه بدیعی کشیده شده است. اسلوباً این صورت به سلسله صورت‌های عجایب و بی امثال بللیک تپه اندک شباهت دارد، ولی عیناً مثل آنها نیست. شاید سبب همین باشد که صورت قلعه کافرنیهان خیلی ثانی‌تر ایجاد شده است. بنابراین در بین صنعت بللیک تپه و عجینه تپه مقامی علاهیده مابینی را اشغال می کند. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. هیکل تراشی، کندکاری، چوب و دیگر نمودهای صنعت. بعضی اثرهای صنعتی هیکل تراشی در آثارهای گوناگون دچار می شوند. در عجینه تپه یک سلسله مجسمه های بودایی به دست آمد. تمامی هیکل های بودایی از لای بوده، از درون قفسه چوبی ندارد. قسم های کلان هیکل از لای ساخته شده، جزئیات آن با قالب تیار کرده می شد. سری هیکل های اندازه اشان خرد و میانه با قالب ساخته، از نوک پا تا فرق سری هیکل ها رنگ داده می شد. سر و لباس بودا را سرخ، دست و پایش را سفید و مویش را کبود یا سیاه می کردند. کلانترین هیکل این مجموعه
هیکل بودا در حالت نیروان است. این حقیقتاً یک مجسمه بی نهایت بزرگ می باشد، ولی آن راست نایستاده بلکه در صوفه تگی دیوار دراز کشیده است. هیکل به پهلوی راست خوابیده است، دستی چپش را دراز کرده به پهلو گذاشته است. دستی راستش قط بوده در تگی سرش می باشد و دست و سر در بالای بالشتکی 5 قسمه قرار گرفته است. به اندازه هیکل همین دلالت می کند که درازی کفی پای آن 1.7 متر می باشد. خود هیکل اصلاً 12 متر بوده است. روی بدن بودا را قطعای لباسی سرخ پوشیده است. فقط پنجه دست و پای لوچ مانده است. در پای بودا کفشی سبوکی بوده است که آن را با تسمه به پایها می بستند. فقط بعضی قسمهای سر باقی مانده است. موی سری بودا جالب دقت است. هر یک تار آن را موجوار شانه زده خیلی شینم خوابانده ماندند. اگر در صنعت بودایی هیکل بودا تصویر شود، آن عادتاً در حالت نیروان یک پهلو گذاشته می شد و در این صورت هیکل تراشان بودایی حتی حرکت نمی کردند که خصوصیت اعضای بدن کسی خوابیده را انیق تجسم نمایند. هیکل مذکور بودا هم با اسلوب مطلق و شرطی تهیه شده است. نه تصویری واعظی به زینه حق رسیده، بلکه آفریدن رمزی عظیمی سکونت الهی. چنین بود وظیفه هیکل تراش. تصور کردن دشوار نیست که این هیکل 13 عصر پیش چی تأثیر عظیمی داشت و بوداییان معتقد را تا چی اندازه مات و مبهوت می کرد. از دیگر هیکل‌های بودا هیکل‌های را نام بردن در کار که در تاقچه ها ایستادند. آنها نسبت به بودای خفته خیلی خرد ولی از قد آدم 1.5 برابر کلانتر می باشند. این هیکل‌های بودا در حالتی پدماسانا تجسم شده‌اند. در بالای سری هر یک هیکل بودا علامتی فجری گرده است که برجسته بوده رنگ داده شده است. این چنین بسیار هیکل‌های یافت شدند که از 4 3 و از 2 1 اندازه قد آدم بوده از جهت بدیعی از همه مکمل می باشد. در اینجا این چنین سری بودا هست که در فرقش مخصوص غوری اشنیشه دارد. اکثر این هیکل‌ها اثری بلند صفت و عالی درجه صنعت می باشد. طرح موزون و شینم و تناسب مکمل و حسنی بینقص خصوصیت اساسی این اثرها است. علاوه بر اینها تصویری بودیساتواها و دیگر اشخاص به دست آمده است. علل خصوص قامت کیمچیگونه دیوتها نهایت دلربا برآمده است. جوانی تنلوچی زیبا که در بر تنها لنگی دارد خیلی عجیب ایستاده است. سینه‌اش به طرف خمیده، میان و پایهایش به سوی دیگر خمیده و علاوه بر این یکی از پایهایش به قفا پرتافته. در سینه نقشین جوان اسباب زیادی زینت. بعضی هیکل‌ها پر از کردار و رفتار و علاوه بر این به غایت موزون و دلکش و نازک. در تصویر روحانیان هیکل تراش از همه گونه بندی عرف و عادتهای دینی آزاد بود و محض در همین اثرها وی به کمال ایجادیات رسیده است و ریالیسم حقیقی را کسب کرده است. یکی از هیکل‌ها که سری پیرمردی خسته و لکاتی پیشانه و پیش چشمانش پر از چین و آجینگ است، موی سفید امروزه تاجیک را به خاطر می آورد. این چنین سری هیکلی نیز جالب دقت است که سله دارد. هیکل‌های عجینه تپه بسیار دیگر اشخاص را نیز تجسم می نمایند. هیکل‌های عجینه تپه گرچندی به دیگر آثار صنعتی بودایی، مثلا به صنعت آثار بودایی فندقستان افغانستان که اینچنین به عصرهای 8 نسبت دارد شباهت داشته باشد، هم به هر حال صنعتی به خود خاص و بی سابقه است. در این صنعت چند عنعنه فراهم آمده است.
هم انعنه گندخری دوره های ثانی حده، هم انعنه صنعت گوپت های هندوستان و غیره و همه آنها با انعنه توانای صنعتی به خود خاصی محلی باختر و تخاری آمیزش یافته است. دیواری بسیار خانه های عجینه تپه گچکاری بوده، تاقچه و رواق ها را آرا داده است. هیکل های قلعه کافرنیهان هم خیلی مراق‌انگیز می باشد. بهترین آنها از جهت نفاست حتی از هیکل های عجینه تپه بالاتر می ایستند. یکی از خصوصیت های این هیکل ها همین که آنها پالی خرامی یعنی رنگارنگ می باشد. در بلالیک تپه و در جملک تپه ولایت سرخاندریا چوب های کندکاری باقی ماندند. علل خصوص در جملک تپه این خیل چوب ها بسیار. در اینجا بالارهای چار تراش هستند که نقشی به اسلیمی مانندی دارند و یا خود دایره نقش کنده شدند. این چنین لوحه های کلان چوبینی نقشین هستند و نقش آنها عبارت از دایره های کلانی گردشان خال خال بوده، در مابین دایره گلبرگ های زیبای تصویر شدند. غیر از این قسم های عرقه عجایبی یافت شد که آن را یک نوع مخصوصی نقش بر رواق های جداگانه تقسیم کرده است و در مابین هر یک رواقی پرنقش گلبرگ صورتی از میان بالای آدم تصویر یافته است. در قسم تاجیکستانی تخارستان شمالی چوبی کندکاری شده از قلعه کافرنیهان به دست آمد. از اینجا زیاده از 50 پاره های لوحه های کندکاری شده چوبین و قسم های چوبین عمارت یافت شدند. مهمترین آن پاره ها لوحه چوبین کندکاری 2 متر است. در این لوحه 2 طاووس تصویر شده است که رو به همدیگر دمهای خود را با شکوهی تمام جلوه داده رفته ایستادند و در منقار خود گل دارند. نقش معمولی دیگر لوحه ها رسم پرپیچ و تابی نوده تاک، رسم خوشه های انگور، برگ تاک و پیچک های نوده تاک می باشد. این چنین نقشه بسیار وامی خورد که قطاری رواقچه ها را می ماند. نقش قسم های چوبینی عمارت از زنجیره های گوناگون عبارت است. اسلوبی کندکاری بغایت روشن و گویا بوده با مهارتی تمام انجام داده شده است. در تخارستان این چنین صنعتی رقص و موسیقی رواج یافته بود. در ختلان و قمات رقاصه های فتانی بودند. حاکمان این ولایت ها به حاکمان دولت های خارجه چون این عام رقاصه ها را می فرستادند. بعضی موسیقیچیان آسیایی میانه که به خارج مملکت خود برده شدند به اهل دربار معقول نشده باشند هم در بین خلق عام شهرت عظیم یافتند. مثلا چنین از تاریخ موسیقیچیان قمات که نیاگان نوازندگان امروزه پامیر می باشد. شکسته پاره های اسباب های موسیقی، کاسه چوبین تار، دسته خیجک و غیره از بلالیک تپه یافت شدند. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. شما گفتاری چیلم را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکون شنیدید. عبدالرشید خوجمقلوف خوند. کارگردان شیرعلی نفضلی.